تصور کنین یه روز صبح بیدار میشین و تلفن همراهتون هیچ وقت اختراع نشده بود. زندگی بدون آیفون، آیپد و مکبوک چطور بود؟ باور کردنی نیست نه؟ اما پشت تمام این اختراعات ذهن خلاق یه نفر بود، استیو جابز. امروز میخوایم داستان این نابغه رو بشنویم، کسی که از هیچ شروع کرد و امپراتوری اپل رو ساخت. با ما همراه باشید تا راز موفقیت‌های استیو جابز رو کشف کنیم. استیو جابز در 24 فوریه 1955 در سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا اومد. والدین واقعی او جوئن شیبل سیمپسون و عبدالفتاح جان جندلی او را به فرزندخواندگی واگذار کردند و او توسط پل و کلارا جابز به فرزندی پذیرفته شد. جابز از دوران کودکی علاقه زیادی به الکترونیک و فناوری داشت و این علاقه در دوران نوجوانیش تقویت شد. جابز در سال 1972 وارد کالج رید در پورتلند اورگن شد، اما پس از یک ترم از تحصیل انصراف داد. او با این حال در کلاس‌های منتخب که به علاقه‌اش مرتبط بودند شرکت می‌کرد و تجربه‌های متفاوتی از جمله سفر به هند و مطالعه فرهنگ و فلسفه شرق را کسب کرد. در سال 1976 استیو جابز به همراه استیو وازنیاک و رونالد وین شرکت اپل رو تأسیس کرد. اولین محصول اونها اپل وان یک کامپیوتر ساده بود که در گاراژ خانه جابز ساخته شد. اپل 2 در سال 1977 عرضه شد. به دلیل طراحی منحصر به فرد و کاربری آسونش به موفقیت تجاری بزرگی دست یافت و اپل رو به یک شرکت معتبر تبدیل کرد. در سال 1984 اپل کامپیوتر مکینتاش رو معرفی کرد که به خاطر رابط کاربری گرافیکی و استفاده از موس انقلاب بزرگی در صنعت کامپیوتر ایجاد کرد. با این حال به دلیل اختلافات داخلی و مشکلات مدیریتی جابز در سال 1985 از اپل جدا شد. پس از ترک اپل، جابز شرکت نکست رو تأسیس کرد که بر تولید کامپیوترهای قدرتمند برای بازار آموزش و کسب و کار متمرکز بود. این کامپیوترها با وجود نوآوری‌های تکنولوژیکی موفقیت تجاری قابل توجهی نداشتند. همچنین در سال 1986 جابز شرکت انیمیشن پیکسار رو از جورج لوکاس خریداری کرد. پیکسار با تولید فیلم‌هایی چون داستان اسباب بازی در جستجوی نمو و شگفت‌انگیزان به یکی از موفق‌ترین استودیوهای انیمیشن جهان تبدیل شد. در سال 2006 دیزنی پیکسار رو خریداری کرد و جابز به بزرگترین سهامدار فردی دیزنی تبدیل شد. در سال 1996 اپل شرکت نکست رو خریداری کرد و استیو جابز به اپل برگشت. جابز در سال 1997 به عنوان مدیرعامل موقت اپل منصوب شد، سپس این سمت رو به طور دائمی پذیرفت. جابز با معرفی محصولاتی مثل آیمک در سال 1998، آیپاد در سال 2001، آیفون در سال 2007 و آیپد در سال 2010 اپل رو به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تکنولوژی جهان تبدیل کرد. استیو جابز در سال 2003 به سرطان لوزالمعده مبتلا شد و طی سالهای بعد بارها به دلیل مشکلات سلامتی از سمت خودش کناره‌گیری کرد. سرانجام در 5 اکتبر سال 2011 جابز به دلیل عوارض ناشی از سرطان درگذشت. استیو جابز به عنوان یکی از بزرگترین نوآوران و کارآفرینان عصر دیجیتال شناخته میشه. میراث اون در طراحی و فناوری همچنان باقیه و محصولات و ایده‌های اون همچنان تأثیر زیادی بر زندگی مردم و صنعت تکنولوژی دارند. جابز با تاکید بر طراحی زیبا و کاربردی، تجربه کاربری و نوآوری مستمر، استانداردهای جدیدی رو برای محصولات تکنولوژیک ایجاد کرد. خب بچه‌ها، داستان شگفت‌انگیز استیو جابز اینجا به پایان رسید، اما این فقط بخش کوچکی از زندگی پر از الهام و نوآوری اون بود. اگه شما هم از این داستان لذت بردید و دوست دارین بیشتر درباره افراد تاثیرگذار و نابغه‌های دنیای تکنولوژی بدونین، حتما این ویدیو رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. یادتون نره ما همیشه منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. توی کامنت ها بهمون بگین که کدوم بخش از زندگی استیو جابز براتون جالبتر بود و دوست دارین درباره چه موضوعاتی بیشتر بدونین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.